بله، به نام خداوند و سلام بر دوستان عزیز، دوستداران ادبیات و فرهنگ ایران، مشتاقان معنا و معرفت، دوستداران مولانا، شعر فارسی، میراث ادبی ما که در این روز و این راههای شلوغ همت کردید و به اینجا اومدید. خیلی سپاسگزارم از حضورتون و همچنین دوستانی که بعد حالا این سخن رو میشنوند، چه حالا گفتار ضبط شده چه به شکل ویدئو. امیدوارم نکاتی که در ساعت پیش رو خدمت شما خواهم گفت همراه با خیر و فایده باشه. با یکی از غزلهای مولانا آغاز میکنم که این غزل باب ورودی باشه به مطالبی که میگویم و نکاتی که پیرامون پیوند میان جامی و مولانا مطرح میشه. بله، اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند، اینک آن رویی که ماه و زهره را حیران کند، اینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند، هر که از وی خرقه پوشد برکشد خرقه فلک، هر که از وی لقمه یابد حکمتش لقمان کند. نیست ترتیب زمستان و بهارت با شهی، بر من این دم را کند دی بر تو تابستان کند. این سخن آبی است از دریای بی پایان عشق، تا جهان را آب بخشد جسمها را جان کند. بله، این یکی از پیش بینی هایی است که مولانا درباره کلام و شعر خودش داشته. همونطوری که میدونید کلام مولانا هم در طول زمان حیات او و پس از مرگ او شهرت بسیار یافت و هر جایی که حالا مشتاقان و جویندگان این معانی بودند، کلام او و آثار او قبول خاطر یافت، خوانده میشد به مثابه درسنامه، کتاب راه، کتابی که حالا چه مثنوی چه دیوان غزلیات از شرق تا غرب جغرافیای اون روز جهان اسلام آثار مولانا رواج یافت. از یک قرن بعد از حیات مولانا کسانی شروع کردند به نوشتن شرح بر آثار مولانا، حتی از جمله کسانی که بر آثار مولانا شرحی نوشت خود جامی است که موضوع سخن امروز ماست. خب خود مولانا تأکید میکرد که این سخن آبی است که از دریای عشق روانه شده و جاری خواهد بود. این تعبیر رو در مثنوی هم داره، اونجایی که میگه هین بگو که ناطق جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. این ناطق جویی روان میکنه، آبی از معانی در این جوی روان میشه و قرنی بعد از من و قرنها بعد از من از این آب خواهند نوشید. خب کسی که موضوع سخن ماست در این نشست که از این ببینیم از این جوی معانی که مولانا به قول خودش از دریای بی پایان عشق روان کرده چه برگرفته، جامی است که شاعر بسیار مشهور قرن نهم هست. دوستانی که به قونیه رفتند دیدند که در همون ورودی بارگاه مولانا بیتی نقش بسته، بیت بسیار مشهوریه: کعبة العشاق آمد این مقام، هر که ناقص آمد اینجا شد تمام. مشهوره که این بیت برای جامیه. من خیلی جستجو کردم، در آثار مسلم جامی این بیت نیست، یعنی در مثنوی های جامی در آثار مکتوبه و این بیت نیست، اما شهرت بسیار داره. یعنی شاعر این بیت رو برید پرسجو کنید و جستجو کنید، این بیت کعبة العشاق آمد این مقام به جامی منسوبه. حالا ما نمیدونیم واقعا جامی اونجا رفته که این بیت رو سروده و یا نه این بیت اصلا از آن شاعر دیگری است که منسوب شده به جامی. از این بیت آغاز کنیم، بپردازیم به اینکه رابطه و نسبتی که میان جامی و مولانا برقرار بوده چگونه است. خب همونطوری که میدونید جامی شاعر بزرگ قرن نهم که بوده و
بیشتر عمرش رو در همون هرات و خراسان گذرونده، در همون خراسان زاده شده، در خانواده از علمای خراسان. عمری رو به شهرت و خوشنامی و اعتبار و جایگاه زیسته، نزد پادشاهان و بزرگان قبول داشته، شاگردان بسیار، مریدان. در همون دوران حیاتش به کمال شهرت رسیده بوده، آثارش خوانده می شده. خب شخصیتی خیلی حیرت انگیز از جهت اینکه آثار پرشماری تألیف کرده و آدم چند وجهی هست. هم عالم و دانشمند به یک معنا، هم شاعره که شعر بسیار سروده و هم عارفه و در هر کدوم از اینها هم برای خودش استادی هست. خیلی جامع چند چهره است که در هر کدوم هم تونسته به کمالی برسه و همونطوری که باز میدونید آثار او منظوم و منصور، آثار منظومش که اون مثنوی هایی که ذیل عنوان 7 اورنگ شهرت داره، من اینا رو که چون نزد دوستان معلوم هست نمیگم، فقط به اختصار اشاره میکنم. و آثاری هم که به نثر از او باقی مونده که یکی از معروف ترین هاش که کتاب فوق العاده واقعا کتاب نفحات الانس هست که در ادامه کتاب هایی است که تذکره است، سرگذشت بزرگان تصوف و عرفان در این کتاب جمع آمده و یک رساله میگم داره به نام رساله نائیه که این رساله در شرح 2 بیت اول مثنویه، همون بشنوین نی نامه هم خوانده میشه این رساله. درباره آثار ابن عربی آثاری داره، از جمله کتاب معروف نقد النصوص فی شرح الفصوص. در شرح آثار عراقی اون اشعة اللمعات رو نوشته. خب اینها مشهور هست و دوستان آشنا هستند. اما درباره رابطه جامی و مولانا قبل از اینکه به سراغ متن برم و نمونه هایی رو براتون بخونم، اشاره کنم که در عصری که جامی میزیست و همونطوری که میدونید جامی تعلق داشت به اون طریقه نقشبندیه، نزد بزرگان تصوف و عرفان در اون عصر در خراسان مثنوی و دیوان شمس کمال شهرت رو داشته، مشهور بوده و میخوانده اند، یه جور کتاب درسی بوده، هم بزرگان و دانشمندان قوم و هم صوفیان و اهل خانقاه با این کتاب‌ها انس بسیار داشتند. جامی هم به گواهی آثارش با مثنوی و دیوان شمس آشنایی تام و تمام داشته. نوشتند که با مولویه قونیه هم ارتباط داشته، مکاتباتی داشته با نوادگان مولانا که در قونیه بودند و حتی نوشتند که یکی از احفاد مولانا مدتی به هرات میاد و نزد او بوده، مهمان بوده به نزد او. وقتی به آثار او نگاه میکنیم میبینیم که هم به لحاظ ساخت و زبان شعر و هم به لحاظ مضامین و اندیشه و تفکر هر دو تأثیر بسیار از مولانا پذیرفته. البته در شعر جامی بیشتر تحت تأثیر نظامی هست. نظامی و امیر خسرو دهلوی و سعدی و حافظ در زبان شعر بیشتر بر جامی اثر گذاشتند. اما نشانه هایی از تأثیرهای او از مولانا هم هست که خدمت شما خواهم گفت. قبل از اینکه به شعر جامی بپردازیم، من میخوام با چند تا حکایت آغاز کنم. گفتم این کتاب نفحات الانس که کتابی است مثل تذکرة الاولیا در شرح حال عارفان، یک فصلش درباره مولاناست. قبل از فصلی که درباره مولاناست، فصلی هم درباره پدر مولانا بهاءالولد هست و همچنین فصلی درباره شمس تبریزی و همچنین فصلی درباره سلطان ولد پسر مولانا. در اون فصلی که درباره مولانا هست، جامی منبع اصلیش کتاب مناقب العارفین بوده. این مناقب العارفین که یکی از مشهورترین زندگی نامه های مولانا است. اما یک حکایت در نفحات الانس هست که در مناقب العارفین نیست. این حکایت که حکایت خیلی شیرینیه و خوبه که ما با این حکایت آغاز کنیم، فقط در نفحات الانس آمده و امروز هم که این حکایت مشهوره، در خیلی از زندگی نامه های مولانا به این حکایت اشاره میشه. این حکایت در مناقب العارفین و رساله سپهسالار نیست. اون قصه معروف و دلانگیز که خبر از وسعت مشرب مولانا و تسامح او و روحیه صلح دوستی و سهلگیری او و گشوده بودن او به روی همه میده، این قصه است که یکی از عالمان قونیه به نام سراج الدین قونیوی که با مولانا خیلی مخالف بوده، به روایت جامی، بذارید این عبارت رو از
نفحات الانس بخونم. سراج الدین قونیوی صاحب صدر و بزرگ وقت بوده، اما با خدمت مولوی خوش نبوده. پیش وی تقریر کردند که مولانا گفته است که من با 73 مذهب یکیم. پیش این سراج الدین نقل کردند که مولانا این حرف رو زده. چون صاحب غرض بود خواست که مولانا را برنجاند و بی حرمتی کند. یکی را از نزدیکان خود که دانشمند بزرگ بود فرستاد که بر سر جمعی از مولانا بپرس که تو چون این گفته ای، اگر اقرار کند او را دشنام بسیار ده و برنجان. آن کس بیامد، بر مولانا سوال کرد که شما چون این گفته اید که من با 73 ملت یکیم؟ گفت بله من گفتم. آن کس زبان بگشاد و دشنام و سفاهت آغاز کرد. مولانا بخندید و گفت با این نیست که تو میگویی هم یکیم. این حکایت شیرین که مولانا در مقابل اون کسی که دشنام به او داده بود که چرا چون این گفتی که من با 73 مذهب یکیم، گفت با اینایی هم که تو میگی یکیم. فقط در نفحات الانس آمده. حالا نمیدونیم منبع او کجا بوده، چون عبارات دیگر و حکایت دیگری که در نفحات الانس هست از مناقب العارفین اومده. اما چند سطری هم از همین نفحات الانس بخونم، از جمله یک جایی که از فیه ما فیه نقل شده. اینو جامی از مولانا نقل میکنه که مرغی که از زمین بالا پرد اگرچه به آسمان نرسد، اما اینقدر باشد که از دام دورتر باشد و برهد. و همچنین اگر کسی درویش شود ولی به کمال درویشی نرسد، اما اینقدر باشد که از زمره اهل خلق و اهل بازار ممتاز باشد. این عبارت هم از فیه ما فیه نقل شده. و اون کلام بسیار دلانگیز مولانا که در مناقب العارفین هم هست، جامی هم نقل کرده که روزی مولانا یکی از اصحاب رو غمگین میبینه و با او میگه همه دلتنگی دنیا از دل نهادگی بر این عالم است. هر دمی که آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که بنگری و هر مزه‌ای که بچشی، دانی که با او نمانی و جای دیگر میروی، هیچ دلتنگ نباشی. اینا به نظر مثل عباراتی از مولانا بوده که جامی خیلی میپسندیده که آورده. و اون کلام عالی مولانا که باز در نفحات الانس آمده، آزاد مرد آن است که از رنجانیدن کسی نرنجد و جوان مرد آن باشد که مستحق رنجانیدن را نرنجاند. توصیه میکنم اگر کتاب رو در دست دارید، اون فصلی که جامی درباره مولانا نوشته خیلی خواندنیه. گفتم با این متن آغاز کنم و این حکایت و این عبارات رو از نفحات الانس بخوانم. اما بریم به سراغ شعر جامی و رد پای مولانا در آثار او. مواردی هست که جامی مستقیما نام برده از مولانا، که میگم اینا خبر میده که چون میدونید مولانا خب به یک معنا در غرب جهان اسلام بود اون روز، یعنی حیاتش دیگه در روم به یک معنا، و جامی در شرق که همون هرات و خراسان و اینها باشه. اما خب مشخصه که میگم در همون مدرسه و مکتب و خانقاه، اون جایی که مثلا جامی رفت و آمد داشته، مولانا چقدر مقبول و مشهور و محبوب بوده. نمونه هایی هست که جامی اصلا نام برده از مولانا در شعرش، اسم او را آورده، به رابطه شمس و مولانا هم اشاره کرده و مشخصه که به این رابطه و به این ماجرا علاقه بسیار داشته. مثلا در این بیتش در غزلیات که میگه تا به نور طلعت ای مه شمس تبریز آمدی، قبله جامی چو مولانا به جز تبریز نیست. یعنی برای روایت اون عشق و ارادت خودش همین ماجرای شمس و مولانا رو مثال میزنه. در سلامان و ابسال که جزو همون منظومه های جامی هست که به وزن مثنوی سروده شده و سرشار از رد پای مولاناست این مثنوی، یه جا سرنام میبره، میگه حال من شبیه این دو بیت از مثنوی مولاناست، نسبتی دارد به حال من قوی این دو بیت از مثنوی مولوی. کیف یأتی النظم لی و القافیه بعد ما ضاعت اصول العافیه، قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من، که بیت بسیار دلانگیز مولاناست در دفتر اول مثنوی. این بیت رو عیناً نقل میکنه، میگه این بیت مولانا وصف حال منه. در یکی دیگر از مثنوی‌هاش باز از مولانا نام میبره،
درباره خودش میگه که من مثنوی می سرایم و در سرایش مثنوی توانا هستم، چو در مثنوی داده سخن، نوی یافته رازهای کهن. در ادراک اسرار ام الکتاب، ز هر مصرعش عقل را فتح باب. زهی نامه دلکش و دلگشای، که شد جان عطار از او عطرسای. بود مثنوی لیک آن مثنوی، که فایض شد از خاطر مولوی. ز بس گل که از راز در وی شکفت، همی شایدش گلشن راز گفت. میگه بله این مثنوی من از خاطر مولوی فیض گرفته. باز در یکی از غزلهاش میگه مجموعه لطایف جامی سفینه نیست، بحری است پر جواهر اسرار معنوی. تبریز را تو شمس ابد پرتوی و هست، گفتار او به نام تو اشعار مولوی. و در بیت دیگری باز در غزلهاش چون مولاناست جامی مست عشقت، تو با رخسار رخشان شمس تبریز. مشخصه که این ماجرای مولانا و شمس در خاطر او چقدر حاضر بوده و چقدر براش پرمعنا و الهام بخش بوده. در یکی از غزلها بیت اول مثنوی رو عیناً تضمین کرده که میگه دور از آن لب جان یکی نالان نی است، بشنو این نی چون حکایت میکند. زان لب همچون شکر مانده جدا، از جدایی ها شکایت میکند. اینا نمونه هایی که عیناً نام برده و یا ابیات رو عیناً آورده. اما به سراغ یه سری از ابیات مثنوی های او بریم که جامی مضامینی رو از مولانا گرفته و من دعوت میکنم خیلی به گوش دل بشنوید، هم ابیات جامی و هم نکاتی که این ابیات داره. جز مضامین و مفاهیم مهمی است که در ادبیات عرفانی ما هست. اینها رو نمونه‌هایی از مثنوی های جامی میخونم و بعد ابیات رو هم از مولانا خدمت شما خواهم گفت. حالا اگر مجالی بود یه توضیحی هم خواهم داد. در شماری از ابیات جامی در مثنوی هاش شما میبینید که عیناً تعابیری رو از مولانا گرفته و میگم اینها بازتاب انسی است که جامی با مثنوی داشته، با شعر مولانا. مثلا این نمونه هایی که براتون میخونم: دلت آیینه خدای نماست، روی آیینه تو تیره چراست. صیقلی وار صیقلی میزن، باشد آیینت شود روشن. این تعبیر که دل آینه حقیقته و دلیل این که این آینه حقیقت نما نیست اینه که زنگار داره، باید صیقلی بشه. بیت معروف مولانا: آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. آینه دل باید صافی بشه تا نقش ها رو نشون بده. اون داستان معروف رومیان و چینیان: پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، صیقلی شو صیقلی شو صیقلی. هرچه فانی از او زدوده شود، وانچه باقی در او نموده شود. صیقل آن اگر نی آگاه، نیست جز لا اله الا الله. لا نهنگیست کائنات آشام، عرش تا فرش در کشیده به کام. هر کجا کرده آن نهنگ آهنگ، از من و ما نه بوی مانده نه رنگ. هندوی نفس راست قل دو شاخ، تنگ کرده بر او جهان فراخ. این تصویر که باید صافی، این وجود مثل آینه است زنگار گرفته و باید صافی بشه و اون چیزی که کمک میکنه آدمی صافی بشه لایی است که در لا اله الا الله هست. خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش. از مثنوی مولانا. این اشارت که لا میاد محو میکنه من و ما رو تا او باقی بمونه. در مثنوی که مولانا چنین گفته: تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر زان پس که بعد از لا چه ماند. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. اینجایی که هندوی نفس جهان رو بر تو تنگ میکنه، در مثنوی چنین اومده درباره نفس: از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. ابیات دیگر که این معانی رو من نمونه‌اش رو در کنار هم میخونم برای شما. این از مثنوی های جامی: چون کند لا بساط کسرت تی،
دهد لا ز جام وحدت می. این مضمون رو با لا و الا در لا اله الا الله پرداختن. آن رهاند ز نفس بیش و کمد، وین رساند به وحدت قدمت. تا نسازی حجاب کسرت دور، ندهد آفتاب وحدت نور. این که عالم بیش و کمه و برای اینکه از این عالم بیش و کمی برهی، این تیغ لا باید آدمی رو به یک معنا از این زنگارها رها کنه. جای دخل است این وجود بیش و کم، جای خرج است این عدم از وی مرم که مولانا میگوید. ابیاتی که میگه اگر از این دویی، از این منی و مایی برهی، آشنا هستید، اینا از مضامین اصلی است در ادبیات عرفانی ما دیگه، که میبینی که فقط اوست. دائمان آفتاب تابان است، از حجاب تو از تو پنهان است. گر برون آیی از حجاب دویی، مرتفع گردد از میانه دویی. مولانا در مثنوی چون گفته خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون طلسم تو شکست. یا جای دیگه این دویی زوصاف دید احول است، ورنه اول آخر، آخر اول است. که آدمی به نوعی احولی دوچاره که دو میبینه. برای بیرون اومدن از این دویی گویی باید حجابی رو مرتفع کنه. در زمین و زمان و کون و مکان، همه او بینی آشکار و نهان. ابیات دیگر: هست از آن برتر آفتاب ازل، که در او افتد از حجاب خلل. تو حجابی ولی حجاب خودی، پرده نور آفتاب خودی. گر زمانی ز خود خلاص شوی، محبت فیض نور خاص شوی. که ابیات مثنوی: چون فراموش خودی یادت کند، بنده گشتی آنگه آزادت کند. جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر والله اعلم بالصواب. جامی میگه نفی و اثبات بار بربندند، خاطرت زیر بار نپسندند. که مولانا گفته من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی، من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. ابیات اینجا زیاده، منتها چون من میخوام به ابیات دیگر برسم، از اینها میگذرم که به موضوعات و نکته های دیگر برسم. نمونه هایی که جامی یه سری تعابیر رو یا یه سری قصه رو، مثلا قصه ای رو دو قصه رو مثلا با هم تلفیق کرده. دو داستان بسیار مشهور در مثنوی هست، داستان نحوی و کشتیبان و داستان منازعت اون 4 نفر بر سر انگور. که قصه ها میدونید، قصه ها رو 4 نفری که زبانهای متفاوت داشتند و هر 4 انگور میخواستند. قصه ای رو جامی آورده به یک معنا تلفیق این دوتا داستان انگار، قصه نحوی و داستان اختلاف زبان اون 4 نفر. ماجرای یک نحوی هست که میگه نحوی داشت درس میداد که این کاند که در زبان عربی گاهی ناقص گاهی تامه. نحوی گفت در حضور عوام، کانگه ناقص است و گاهی تام. تام از اسم بهره‌ور باشد، لیک همواره بی خبر باشد. خبر رو اینها در نحو. وان که ناقص بود خبردار است، خبرش همچو اسم ناچار است. نحوی داشت چون این میگفت که تام بی خبره، ناقص خبر داره. خبر رو به اون معنای اصطلاحی که در صرف و نحو هست. یک کسی رو شنید آمی بانگ برکشید که هی، مولوی قول منعکس تا کی. مولوی اینجا معنی استاد، همون شخص نحوی. بی خبر را به عکس خوانی تام، با خبر را به نقص رانی نام. که تو میگی برعکس، ناقص بی خبره، نه اینکه تام بی خبر باشه. خبر رو به معنی لغت کلمه گرفته. نام آن کس که بود، نام تام آن کس بود که با خبر است، ناقص آن کس خبر نه بهره‌ور است. خبر آمد دلیل آگاهی، جهل برهان نقص و گمراهی. این همین لحظه تو مجلس یک صوفی هم هست. صوفی بود دور بنشسته، عقد صحبت ز خلق بگسسته. اون میگه نه اینطوری نیستش، لب گشاد و در حقیقت سفت. گفت خوش نکته‌ای که نحوی گفت، کامل و تامان بود الحق، که در اسم حق است مستغرق. نه اون تام با خبره، نه اون نمیدونم مثلا ناقص با خبره، هر دو اینا در اسم حق مستغرقن. ساخت حق ز اسم خیش بهره ورش، نیست از حال ماسوا خبرش.
وان که ناقص فتاد اسم خدا، نکندش بی خبر ز غیر و سوا. جامی در انتها اینو میگه نشود محو اسم حق اثرش، باشد از غیر اسم حق خبرش. متکلم سه و کلام یکی، نیست کس را در این مقام شکی. هر کسی زان کلام کامده پیش، معنی خواسته مناسب خیش. وین خلافی که می شود مفهوم، هست ناشی ز اختلاف فهوم. میگه نگاه کن این سه نفر در اصل یک چیز میگفتند، متکلم سه بود اما کلام یکی بود و هر کسی از کلامی که میگفت معنی که در خاطر خود داشت مراد میکرد و این اختلافی که در سخنها هست به خاطر اختلافی که در فهم معنا هست که آشکارا متأثر از همون قصه منازعت 4 کس بر سر انگور هست و نقشی هم از داستان مهوی رو در این ابیات میابید. اما برای اینکه وقت بر شما خوش بشه و بحث رو تر و شیرین کنیم، این ابیات رو من میخوام بیشتر برسم به ابیاتی که به نظرم آشکاراتر تأثیر جامی و شیرین تر هم هست. بریم به سراغ اشارات جامی درباره عشق که خیلی آشکارا اون نکات ویژه‌ای که درباره عشق میگه متأثر از اشارات مولانا درباره عشقه. در چند موضوع اینا رو دسته‌بندی کردم خدمت شما خواهم گفت و هم فوق‌العاده معانی لطیفه و ابیات هم که نغز و خوش و زیباست. اول در یکی از غزلهاش جامی یک نکته رو که مولانا در مثنوی میگه که عاشق و معشوق به یک معنا در ظاهر دو نقش دارند، اما هر معشوقی هم عاشقه. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. جامی در یکی از غزلهاش این معنا رو داره، میگه دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترند. جامی امروز و شما ای عاشقان عاشقان. میگه دلبران بر عاشقان عاشقند. اما اون نکات اصلی که مولانا درباره عشق میگه، اولیش که در مثنوی به تعابیر گوناگون آمده و در ادبیات عرفانی ما مثلا یک بنیانه، این که دلیل آفرینش عشقه، بنیان هستی عشقه، دلیل هستی عشقه. اگر عشق نبود هستی نبود، به سبب عشق بود که هستی در وجود آمد. عشق دلیل آفرینشه. ابیات معروف مولانا، گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و تو کی شدی. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. اگر عشق نبود جهان هستی نبود، به واسطه عشق بود که هستی در وجود آمد. ابیات جامی رو بشنوید در این باره. قلم اینک چو نی به لحن سریر، قصه عشق می کند تقریر. عشق مفتاح مخزن جود است، هرچه بینی به عشق موجود است. عالم به سبب عشق در وجود آمده. هیچ جنسی ز سافل و اعلا نیست، از هیچ جنسی ز سافل و عالی نیست، از عشق و حکم آن خالی. حق چو بر خویشتن تجلی کرد، یافت خود را در آن تجلی فرد. میدونید دیگه این که در روایت عارفان اصلا آفرینش اینگونه شکل میگیره که خداوند بر جمال خودش عاشقه، از عشقی که به خودش داره عالم رو میآفرینه، تجلی میکنه بر خودش و در اون تجلی و عشق چون تنهاست عالم رو میآفرینه. مولانا در مثنوی رو اینگونه میگه عشق حق و سر شاهد بازیش، بود مایه جمله پرده سازیش. و اون کلام مشهور که به شکل حدیث هم روایت شده، گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را دیبای اطلس پوش کرد. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. اینکه عالم این گونه در وجود آمد، خدا میخواست اظهار بشه یا به یک معنا برخیشتن عاشق بود، از اون عشقی که برخیشتن داشت عالم را آفرید. ابیات جامی در این باره خیلی بلیغه. حق چو برخیشتن تجلی کرد، یافت خود را در آن تجلی فرد. تنها بود در اون تجلی، دید ذاتی به وصفهای کمال،
متصف در حریم عز و جلال. حق چو حسن کمال اسما دید، آنچنانش نهفته نپسندید. این پنهان بود، مخفی بود، نهفته بود، خوش نبود برای او. خواست اظهار آن کمال کند، عرض آن حسن و آن جمال کند. خواست تا در مجالی اعیان، سر مستور او رسد به عیان. میخواست اظهار بشه. مولانا در مثنوی اینطوری گفته: بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. خلق عالم، آفرینش، هیچی نیست جز اظهار. ظهور یافته، حکمتی بود، جمالی بود، قدرتی بود، با هر تعبیر بگید، علمی بود. این به اظهار نیاز داشت. انگار عالم اظهار اونه. بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. جامی اینطوری گفته: خواست اظهار آن کمال کند، عرض آن حسن و آن جمال کند. خواست تا در مجالی اعیان، سر مستور او رسد به عیان. چون ز حق یافت انبعاث این خواست، فتنه عشق و عاشقی برخاست. وقتی که این اراده در خداوند منبعث شد، ظهور یافت، جوشید، با چه تعبیر بگیم، داستان عشق آغاز شد. فتنه عشق و عاشقی برخاست. هست با نیست عشق در پیوست، نیست زان عشق نقش هستی بست. تنها دلیلی که نیست هست شد همین عشق بود. به واسطه عشق بود که نیست پیوندی یافت با هست. مولانا میدونید اون شعر معروفش: با عشق روان شد از عدم مرکب ما، روشن ز شراب وصل دائم شب ما. این که اون چیزی که ما را از عدم به عالم آورد عشق بود. نیست به خاطر عشق بود که به هست پیوست. هست با نیست عشق در پیوست، نیست زان عشق نقش هستی بست. نیست چون فیض نور هستی یافت، روی همت به منبع آن تافت. سایه و آفتاب را با هم، نسبت جذب عشق شد محکم. خب این ماجرا میدونید اصلا یه تئوری علمی نیست که مثلا بگید مثلا، اما یه اصطلاحاً تجربه معنوی، یا بگید یک ادراک روحانی، یا یه روایت ذوقی، با هر تعبیری که میخواید بگید، که در ادبیات عرفانی ما از آفرینش هست. هستی از عشق زاده شد. و اگر عشق نبود، اون شعر معروف شنیدید دیگه: گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. ور باد نبودی که سر زلف ربودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. خب این کلام جز انگار بنیانهای نگرش جامی به عشق یا ماجرای آفرینش عالم بر اساس عشق است. مطلب بعدی که به نظرم میرسه جامی از مولانا آموخته، رابطه بین عشق مجازی و عشق حقیقیه. میدونید مولانا عشق مجازی رو امری خالی از فایده نمیبینه. در اون 2 بیت عالی در غزلیات شمس که میگه: این از عنایت‌ها شمر، که از کوی عشق آمد ضرر. عشق مجازی را گذر، بر عشق حق است انتها. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد، تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در غزا. این که عشق مجازی پلیست، گذریست برای عشق حقیقی. و اون بیت معروف که همه در حافظه دارید: عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. و جای دیگه در مثنوی: این رها کن عشقهای صورتی، نیست بر صورت نه بر روی سطحی. این عشقهایی که به صورت در اصل به حق. یا جای دیگه میگه که هر جمالی که میبینی پرتو اوست، پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بعد میگه کسی عاشق دیوار میشه، نمیدونه که نور برای دیوار نیست. این اشارات. این که عشق مجازی پوچ نیست، بیفایده نیست به یک معنا، گذرگاهی است. اون کلام معروف المجاز و قنطرة الحقیقت که جامی از اون کلام یاد میکنه. جامی چی گفته در این معانی؟ وان دگر گرچه بود عشق مجاز، رهزن عقل و دین او ز آغاز، عاقبت حرف عاریت بسترد، ره به سرمنزل حقیقت برد. میوه ای زان درخت چید و گذشت، جرعه ای زان قدح چشید و گذشت. سخن خوب و نکته ای سره گفت،
عارفی کل مجاز و قنطره گفت. اون کسی که گفت مجاز پله برای حقیقت خیلی حرف درستی زد، نکته سره‌ای گفت، سخن خوبی گفت. بر ره تو مجاز قنطره است، نکند کس فراز قنطره است. پله، یک کسی هم روی پل نمیسته. زود بگذر که سالکان سبل کم اقامت کنند بر سر پل، گرچان پل بود برای گذر، به حقارت به سوی اون منگر. درسته که پله، اما حقیر نبینش، بر خودش نقشی داره. کی ز بحر تعلقات جهان، که در او غرقه اند پیر و جوان، جز به آن پل توان گذر کردن، پی به عشق حقیقی آوردن. میگه این پله گذر ازش واجبه، به غیر از گذر از این پل کسی راه به عشق حقیقی نمییابه. اینم نکاتی که البته میگم اینا نمونای دیگری هم داره در مثنوی‌های جامی‌ها، در غزلیات. من با توجه به وقت فقط ابیاتی رو که آشکارتر بود برگزیدم. مضمون دیگه یا آموزه دیگه که درباره همون اشارات جامی درباره عشق که خیلی بوی سخن مولانا رو داره، این معناست که عشق نوعی مردنه و تا کسی در عشق نمیره زنده نمیشه. خب این خیلی حرف فوق‌العاده‌ایه که مولانا زده که عشق در حقیقت خودش یه جور مردن و دوباره زاده شدنه و تا در عشق آدمی تحولی، زیر و زبر شدنی نیابه که گویی از کسی مرده و در کس دیگری زاده شده، گویی اون عشق نیست. عاشقان در عشق میمیرند. داستانهای خیلی شیرینی در مثنوی هست که رد پای اون قصه ها رو حالا در همین ابیاتی هم که میخونم میبینید. اون قصه ای که عاشقی پیش معشوقش از خدمات خودش و سختی هایی که کشیده میشمرد، آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود، که از برای تو چنین کردم چنان، هجرها دیدم بلاها و امتحان. من خیلی سختی کشیدم چنین و چنان. معشوقه میگه همه این کارو که کردی فایده نداره، چون که تو هنوز زنده ای، این همه کردی نمردی، زنده ای، مرده باشر یار جان بازنده ای. اینو که میگه عاشق بیچارم که میگه باشه، اونم سر میگذاره و میمیره. البته خب اون مردن که میدونید مراد، حالا جامی هم معنا میکنه، میگه تو این قصه ها مراد از مردن که حالا مردن به معنای معمول کلمه نیست. و یا اون قصه عاشق و معشوقی که معشوقی از عاشق میپرسه خود رو دوست تر داری یا مرا، که عاشق میگه که من فانیم در تو، گفت من در تو چنان فانی شدم، که پرم از تو ز ساران تا قدم، بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز توی خوش کام نیست. بعد میگه که آره، مثل سنگی که بر اثر تابش آفتاب لعل میشه، اگه بگه خودم رو دوست دارم آفتاب رو دوست داره، و اگر بگه آفتاب رو دوست دارم لعل رو دوست داره. اشارات مولانا درباره مردن در عشق، که عشق میکشه و عاشقان در عشق به یک معنا میمیرند. خب عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی. کشتنی به از هزاران زندگی، سلطنت ها بنده این بندگی. عشق کشتنه. یا اون بیت درخشان که نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. و عاشق در عشق میمیره تا زنده بشه. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کو ز عشق زاید. میمیره تا در عشق زاده بشه. بازتاب این معانی و این حکایات و این اشارات رو میتونید در این ابیات ببینید. هر بن موی 100 دهانم باد، این ابیات جامیه. هر دهان جای 100 زبانم باد، هر زبانی به 100 بیان گویا، تا کنم قصه های عشق املا. لیک چون دل به شرح عشق کشید، نوبت گفتگو به عشق رسید. رهروی از دیار عشق آمد، رشحی از چشمه سار عشق آمد. یعنی آمد ز کشور جانان، قاصدی نامه وفاخوانان. کیست جانان؟ امانده جانها، از همه دردها و درمانها. این آن که عشاق پیش او میرند، سبق زندگی از او گیرند. میمیرند تا زندگی بیابند. تا نمیری نباشی ارزنده، که به انفاس او شوی زنده. نکنید در عشق میمیره که زنده بشه.
هست از این مردگی مراد مرا، آن که خواهند صوفیان به فنا. نه فنایی که جان ز تن برود، بل فنایی که ما و من برود. شوی از ما و من به کلی صاف، نشود با تو هیچ چیز مضاف. باز اون قصه معروف رو میدونه دیگه، عاشقی که میره در خانه معشوق رو میزنه، معشوقش میگه کیه؟ گفت یارش، بانگ زد یارش که بر در کیست آن. انتهای قصه گفت بر در هم توی ای دلستان، گفت اکنون چون منی ای من درا. شوی از ما و من به کلی صاف، نشود با تو هیچ چیز مضاف. نزنی هرگز از اضافت دم، از اضافت کنی چو تنوین رم. هم ز نو وارهی هم ز کهن، نگذرد بر زبانت گاه سخن. زان که هر کس که از منی وار است، یک من او را 1000 من بار است. 100 منش بار بر سر و گردن، به که یک بار بر زبانش من. مثل همون قصه که یک بار من بر زبانش رفت و اون بلاها و هجرها و سختی ها رو کشید. خب اینم این. جای دیگه اون اشارت مولانا که عاشق یکی از نشانهاش اینه که قهر و لطف معشوق نزد او یکسان میشه. در داستان طوطی و بازرگان به یاد دارید دیگه، این نه بلبل این نهنگ آتشی است، جمله ناخوش‌ها ز عشق او را خوشی است. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. تا میرسه اونجایی که میگه عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب یا بل عجب من عاشق این هر دو زد. این مضمون معروف که عاشقی مقامی است که قهر و لطف یکسان میشه. عاشق در مقام عشق گویی بر قهر و لطف معشوق عاشقه. جامی چنین گفته: ذات با هر صفت شود پیدا، عاشق از عشق آن بود شیدا. گر رضا باشد آن صفت ور قهر، جان عاشق ز هر دو یابد بهر. او با هر دو خوشه، بر هر دو عاشقه، از هر دو بهره میابه. نکته دیگه یا مضمون دیگه که اینم از لطایف سخنان مولاناست که در ابیات جامی هم هست، فوق العاده است این مضمون، که در تجربه‌ای که مولانا از جهان داشته، از هستی، این که جهان هستی به غیر از اون نکته اول که از عشق هست شد، حالا تمام اجزا و ذرات عالم هم، زمین و آسمان و کوه و خاک و همه اینها به یک معنا عاشقند. اینکه ذرا و اجزای عالم عاشقند. در اون غزل که میگه همه اجزای عالم عاشقانند و هر جزو جهان مست لقایی. یادتون باشه دوستان درباره مولانا بویژه اینا شعر نبوده ها. حالا بعد از مولانا اگر شاعران اینا رو به شکل شعر گفتن، برای مولانا اینا واقعا روایت تجربه بوده، یک تجربه درونی، ادراک مستقیم که از عالم داشته، عالم رو چنین میافته، جهان رو چنین تجربه میکرده. چون میدونید در روایت او جهان آینه آدمیه دیگه، آدمی آینه عالمه و عالم هم آینه اوست. یعنی آنچه که در خود میافته در عالم میافته. جهان درون برای او تعریف میکرده عالم بیرون رو. وقتی که خودش رو چنین تجربه میکرده که جزو و ذره ذره وجود من انگار به عشق مرتعش هستند، لرزش و جنبش اینها از عشقه، انگار این ادراک از خیشتن رو بازتاب میداده به عالم. جهان هم در نگاه او چنین بوده، جهان سرشار از عشق ذرات بوده و تمام اجزا و ذرات عالم عاشقند. حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یکدیگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خویش. اونجایی که عناصر عالم رو، اجزای عالم رو نام میبره: من بدان افراشتم چرخ سنی، تا علو عشق را فهمی کنی. خاک را من خار کردم یک سری، تازه خاری عاشقان بویی بری. با تو گویند این جبال راسیات، وصف حال عاشقان اندر ثبات. بلندی آسمان از بلندی عشق میگه، خاری خاک از افتادگی عاشقان میگه، نمیدونم استواری کوها از پایداری عاشقان میگه. این قسم معانی: عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ. عشق لرزاند زمین را از گزاف، عشق بشکافد فلک را صد شکاف. این که تمام وقایع
از جوشش دریا و لرزش زمین و شکاف کوه، همه اینها به نیروی عشقه. تمام عالم جلوه‌گاه ظهور عشق و ذرات و اجزا همه در این عشقن. خب درباره مولانا این کلام خیلی بلنده، چون میگم خیلی صدق تجربه داره، یعنی مستقیما تجربه شخصی و وجودی خود او از هستی و زندگی بوده. اما خب بازتاب این معانی رو در ابیات جامی هم میدید. ابیات او هم خالی از لطفی نیست. اون حیات و تپندگی و سرزندگی کلام مولانا رو نداره، ولی خالی از لطفی نیستش. میل تحرک به فلک عشق داد، ذوق تجرد به ملک عشق داد. این که فلک گردانه به خاطر عشقه. چون گل جان بوی تعشق، این تعشق هم کلمه جالبیه، تعشق چون گل جان بوی تعشق گرفت، با گل تن رنگ تعلق گرفت. این جان به تن تعلق نمیافت، عشق باعث شد. تعلقش به این سبب بود. رابطه جان و تن ما از اوست، مردن ما زیستن ما از اوست. علوی و سفلی همه بند ویند، پست شو قدر بلند ویند. مه که به شب نوردهی یافته، پرتوی از مهر بر او تافته. خاک ز گردون نشود تابناک، تا اثر مهر نیفتد به خاک. چون به تن آزاده ز مهر است دل، سنگ سیاهی است در آن تیره گل. هر که نه در آتش عشق است غرق، از دل او تا به صنوبر چه فرق. و در مثنوی دیگرش فلک سرگشته از سودای عشق است، جهان پر فتنه از غوغای عشق است. که همون بیت دور گردون ها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. اسیر عشق شو کازاد باشی، غمش بر سینه نه تا شاد باشی. این که اسیر عشق آزادی نمیخواد. بیت عالی مولانا در دیوان شمس: صنما تو همچو شیری، من اسیر تو چو آهو. به جهان که دید صیدی که بترسد از رهایی. تنها صیدی که رهایی نمیخواد و از آزادی گریزان صید عشقه. بله، می عشقت دهد گرمی و مستی، دگر افسردگی و خود پرستی. این معنا که کسانی که بی عشقند فسردند، پژمردند. هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان، مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر. فسردگی عالم، پژمردگی آدمیان از بی عشقیه. بدترین مرگ ها بی عشقی است، برچه می لرزد صدف بر گوهرش. خلاصه میبینید بازتاب این ابیات رو در ادامه ابیات جامی: ز یاد عشق عاشق تازگی یافت، ز ذکر او بلند آوازگی یافت. اگر مجنون نه می زین جام خوردی، که او را در دو عالم نام بردی. هزاران عاقل و فرزانه رفتند، ولی از عاشقی بیگانه رفتند. متاب از عشق رو گر خود مجازی است، که آن بحر حقیقت کارسازی است. بازم همون معنا که عشق مجازی کارسازی میکنه بر عشق حقیقی. خب این هم ابیاتی درباره عشق که شیرین کننده کام جانه. نمونه‌های دیگه، اون دو بیت معروف مولانا که نردبان خلق این ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. هر که بالاتر رود ابله‌تر است، که استخوان او بتر خواهد شکست. که میدونید این ابیات رو جامی دو جا، هم در غزلهاش و هم در بهارستان، این مضمون رو گرفته. این معنا که هرچی بالاتر بری بدتر هم میفتی، که آشکارا متأثر از اون دو بیته. در بهارستان چنین گفته: بود ایوان قرب شاه، بود ایوان قرب شاه والا. به آن ایوان مرو بسیار بالا، که ترسم چون از آن ایوان در افتی. زهر افتاده محکم تر افتی. همون تصویر. نزدیکی به پادشاهان خوبه ولی ایوانشون بلنده، ولی یادت باشه هرچی بلندتره بیفتی بدتر میفتی. جای دیگری جامی در همین منظومه سلامان و ابسال از احوال خودش میگه که آشکارا متأثر از داستان پیر چنگیه. یعنی کاملا قصه و سرگذشت خودش رو مثل سرگذشت پیر چنگی میبینه. داستان پیر چنگی هم که از بهترین داستانهای مثنویه، همونطوری که میدونید مطربی که
به قول مولانا خواهنده بسیار داره، در هر مجلس عیش و طربی او رو فرا میخونن تا اینکه پیر میشه دیگه، چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد ز بی کسبی رهین یک رغیف، در پیری لنگ یک قرص نان میمونه. قصه رو میدونی دیگه، به خاطر اینکه دستش لرزش میابه و صدای او ناهموار میشه کسی مشتری او نیست. از اینکه پیر شده و دیگه دست و توان چنگ و آواز نداره، اون شب به گورستان یثرب میره و اون سوز و گداز و نیایشی که داره برای خداوند چنگ میزنه و بعد میخوابه. خوابی میبینه، همزمان عمر خوابی میبینه که به او میگویند برخیز و برو 400 دینار بده به فلان کس. در این منظومه سلامان و ابسال جامی یک جا احوالات خودش رو میگه که عیناً مثل ماجرای پیر چنگه. فقط میگه چنگ من، سازی که من دارم سخنه، منم مطربم، اما مطربیم با این کلام، با این سخن بوده. چون این گفته، میگه عمرها شد تا در این دیر کهن، تار نظمم بسته بر عود سخن. هر زمان از نو نوایی میزنم، دم ز دیرین ماجرایی میزنم. رفت عمر و این نوا آخر نشد، کاست جان وین ماجرا آخر نشد. منم مطربی هستم که سازم این سخنه. اینجا که عین ابیات مثنویه. پشت من چون چنگ خم گشت و هنوز، هر شبی در ساز عودم تا به روز. عود ناساز است و کرده روزگار، دست مطرب را ز پیری رعشه دار. مطربی هستم که روزگار دست منو به رعشه دوچار کرده. نغمه این عود موزون چون بود، لحن این مطرب به قانون چون بود. وقت شد که این عود را خوش بشکنم، بهر بوی خوش در آتش افکنم. چون همونطوری که میدونید آخر قصه پیرچنگی چنگ رو میشکنه، چنگ رو میشکنه و جایی که میگه داد حق عمری که هر روزی از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. خرج کردم عمر خود را دم بدم، که میگه عمرم در زیر و بم و اینها رفت. اینم میگه وقتشه که من این ساز رو بشکنم. انگار میگه دیگه باید از سخن و شاعری برم به سوی سکوت. خام باشد عود را ناخوش زدن، خوش بود در عود خام آتش زدن. بو که اطرفشان شود این عود خام، عقل و دین رازان شود خوشبو مشام. بعد از پیری خودش روایت میکنه که دندانها سست شده، رخنه ها در رسته دندان فتاد، کی توان برخوردنی دندان نهاد. قامتم شد کوژ و ماندم سر به پیش، گشته ام مایل به سوی اصل خیش. مادرم خاک است و من طفل رضیع، من طفل شیرخواری هستم و خاک مادر منه. میل مادر نیست از طفلان بدیع، زود باشد کارمیده ز اضطراب. در کنار مادر افتم مست خواب. دیگه به زودی کنار همین مادر خاک از اضطرابها آرمیده میخوابم. اینم یک نمونه که عیناً احوالات خودش رو در آینه قصه پیرچنگی میگه. و برای اینکه با خوشی و طرب به پایان برسانیم، من ابیاتی از جامی رو میخونم که تحت تاثیر اشارات مولانا درباره موسیقی و رقصه. جامی این اصطلاحات موسیقی خیلی در دیوانش زیاده. میدونید این شاعران بزرگ ما، شاعران بزرگ قدیم، اینا واقعا در اون علوم و فنون و مهارت‌های از غالبا خیلی هم دانا بودن هم مطلع بودن. شما نگاه میکنید دیوان اینا سرشار از اصطلاحات کلام و حکمت و فلسفه و دین و اینا بماند، اصطلاحات موسیقی و نجوم و طب و باورهای رایج روزگار. اما به نظر میرسه شخصا به موسیقی و رقص هم علاقه‌ای داشته. میگم حالا چون اون مشرب صوفیانه‌ای هم که داشته، حالا نمیدونیم خودش اهل سماع بوده یا نه، اما درباره رقص و سماع و موسیقی در مثنوی‌های او و در دیوان او اشارات بسیار هست. پاره از ابیات او که درباره رقص یا سماع هست خیلی شبیه به بعضی از ابیات مولانا. مولانا در مثنوی وقتی میخواد رقص مردان حق رو وصف کنه، اون ابیات بسیار زیبا که میگه رقص اندر خون خود مردان کنند، رقص و جولان بر سر میدان کنند.
رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. یکی از معانی رقص برای اینا رها شدن از نقصه. رقص برای رهایی از نقصه. جامی این رو چنین گفته: رقص ناقص به سوی نقص بود، جنبش کاملان نه رقص بود. این جنبش و رقصی که اینها دارن از نقص نیست، رفتن از نقص به سوی کماله. میزند مرغ جانشان پر و بال، تا رهد باز از این حضیض و وبال. دلیل این که اینا به رقص میانی که این مرغ جان پر و بال میزنه. خب این تصویر که مرغ جان میل به پرواز داره، حال آدمی چنانه. البته اینو اولین بار سهروردی گفته، میگه این رقص دلیلش اینه. جان یا روح به تعبیری مثل مرغیه که در قفس تن بیتابی میکنه، پر و بال میزنه، تن رو به این سو و آن سو میبره. این که اینا در رقص بیتابی میکنن به این سببه. در غزلها مولانا داره: آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود، آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. این که جان مرغیه که میل به پریدن داره و بیتاب پرگشودنه. مرغ جان هر نفسی بال گشاید که پرد، و از امید نظر دوست ز تن می نرود. اینا ابیات مولاناست که جامی اینو این گونه گفته: میزند مرغ جانشان پر و بال، تا رهد باز از این حضیض و وبال. عالم خاک که عالم حضیض فروده، چون مرغ جانشون پر و بال میزنه میرقصند. گرچه هر روز یک صدا و ندا، به هوای سماع جسته ز جا. آن یکی بر فلک کشیده ردی، وان دگر رفته تا به تحت سری. آن یکی سوده سر به چرخ برین، وان دگر رخت برده زیر زمین. و جایی که میگه ببین کلن اینم تصویر مولانا فوق‌العاده است. میگه خدا افسونی میخونه بر عدم، این فسون، این دم، عدم ها رو رقصان و معلق زنان در وجود میاره. یعنی هر آنچه که از نیست به هست میاد انگار معلق زنان میاد، رقصان میاد. در مثنوی اینه، میگه بر عدم ها کان ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. از فسون او عدم ها زود زود، خوش معلق میزند سوی وجود. اصلا اینطوریه، هر موجودی، هر صورتی، هر پدیداری که در هست میاد رقصان میاد. جامی اینو چنین گفته: حق تعالی چو بی عبارت و حرف، با عدم گفته نکته های شگرف. خدا نکته های شگرفی رو با عدم گفته. عدم آمد ز ذوق آن سخنان، به فضای وجود رقص کنان. یقین دارم من اینا رو جامی از مولانا گرفته، چون عین اون تصویر و تعبیره. هر آنچه که از عدم به وجود میاد از مستی اون کلامه، سر اون فسونه به تعبیری که رقصان و معلق زنان در وجود میاد. و این معنا که آسمان رقصانه، میدونید دیگه، این که تصویر هم در شعر مولانا خیلی زیاده دیگه، که ذرات رقصانن. رقص است زبان ذره زیرا، جز رقص دگر زبان ندارد. و اون فلسفه سماع هم میدونید دیگه، نزد مولانا یکیش همین بوده، این که تمام اجزا و ذرات در رقصن. اون کسی که به سماع برمیخیزه با همه اینها هماهنگ میشه، در یک رقص جمعی مشارکت میکنه.